بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اما بعد، صحبتی گذشته پایدی مختصری کتاب حراسة الفضیله از آن علامه بکر ابوزید صحبتی داشتیم و صحبت فعلی ما ادامه صحبت قبلی است. در صحبت گذشته ذکر کردیم که کتاب حراسة الفضیلات عبارت از دو فصل است. فصل اول عبارت از 10 اصل است. 10 اصلی که فضیلت را حمایت میکنند و فقط یک اصل آن را بیان کردیم و آن هم یک نقطه آن باقی ماندگی بود که آن هم باشد الاحکام التي اختص الله بها النساء، حکم هایی که خاصی به زنها هست در شریعت اسلام. الله تعالی یک چند حکم های را فرموده است که اون مخصوص زنها هست، به مردها علاقمندی ندارد، دخل ندارد. خیلی که بعض عبادت های بود که خاصی مردها بود، همین گونه عبادت های هست که خاصی زنها هست. مصنف گفتن که و اما الاحکام التي اختص الله بها النساء فكثيره، اون احکامی که خاصی زنها هست بسیار است. تنتظم ابواب الفقه کاملتا، بابهای فقه را به پررگی در بر میگیرد. مثلا باب الحیض و النفاس، حتی بعض علما باب نو کتاب الحیض و النفاس میمونند از سبب بسیار بودن مسئله هایش. اینکه عبادت های هست، احکامی هست که خاصی به زنها هست. کدام وقت نماز خوانده میتواند، روزه داشته میتواند، مسجد در آمده میتواند، کدام وقت نمیتواند، طواف کرده میتواند، طواف کرده نمیتواند. خاصی احکام هایی که خاصی زنها هست. بعد از آن گفتن که و منها ما یتعلق بحجابها، و از همه مهمترین آن حکم ها که این کتاب حراسة الفضیلت اصلا برای دفاع حجاب زن نوشته شده است، گفتند که مخصوصا آنی که به حجابش تعلق دارد. بعد گفتند که حراسة فضیلتها، اون حجابش حمایه کننده فضیلت زن است. گفتند حراسة فضیلتها، حراست کننده، پاسبانی کننده فضیلت و شرف زن این حجابش است. واقعا حجاب علامت اسلام و علامت مسلمانی است. در بعضی از کشورهای اروپا گاه انسان با یک مرد روبرو میشد، ریش دارد، شبهه میکند که همین مسلمان باشد یا غیر مسلمان. اگر مسلمان باشد سلام دهم و جدا کرده نمیتواند. برای چی؟ برای آنکه بسیار مردم غیر مسلمان ها هم ریش مانده، یعنی یک ریش نمیتواند علامت مسلمان بوده. لیکن وقتی که در برش یکی از محرم هایش با حجابش هست، 100% اطمینان پیدا میکند که این مسلمان است. السلام علیکم گفته سلام میدهد. واقعا حجاب علامت اسلام است و این حجاب یکی از حکم هایی که خاص به زنها هست. یعنی به مردها حجاب فرض نیست، چطوری که ریش به زنها هم فرض نیست و هم الله تعالی نداده است گذاشتن ریش، این خاصی مردها هست. اما حجاب این حکمی هست که خاصی زنها هست، به این مردها خطاب نشدن.
بعد از آن نقطه دیگر این است که مصنف رحمت الله علیه گفته که لا یجوز لواحد ان یتمنى ما خص الله به الاخره. برای یگان کس جایز نیست که تمنا کند آن چیزی که الله تعالی او را خاص کرده است، جنس مخالف خود را. و برای مردها اجازت نیست که تمنا کند که کاش زن می بودیم و حجاب می کردیم مثلا، اعوذ بالله. یا زنها میگن که کاش مرد می بودیم و برای ما ریش می گذاشتیم مثلا. تمنیات مرد بودن برای زن نادرست است و اینچنین برای مردم تمنی، یعنی تمنی فقط خواستن، کاش من زن می بودم گفتن نادرست است. خواستن چی جای این که انسان کوشش کند که خودش مثلا مرد باشد و به زن مایل کند یا جراحت کند یا زن باشد و به مرد تبدیل دهد. اینا بزرگترین جرم ها و کبیرترین گناه ها است. این بود خلاصه اصل یحکم است که اصل یحکم کتاب این بود که ایمان آوردن لازم بود، واجب بود که بنده باور کند که بین مرد و زن فرق هست، همه جهت، هم از نگاه شریعت، هم از نگاه جسم، هم از نگاه طبیعت، همه جهت بین مرد و زن فرقیت ها هست. این اصل یحکم بود.